سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ اوضاع رو به راهه؟ همه چی به راهه؟ انشالله که هر جای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و تا چند دقیقه آینده این فرصت رو داشته باشید که با ما همراه باشید. بخوای نخوای، بیای نیای، شریک لحظه هاتم. بخوای نخوای، بگی نگی، بگی نگی، شریک لحظه هاتم. بیای نیای، بری نری، بری نری، همیشه پا به پا. دیروز درست همزمان با مناظره در پیتی دوم که قالیباف داشت قمپوز در میکرد که منم گرگ شهر رو ال کردم و بل کردم و از زباله برق گرفتم و صندلی سینما درست کردم و این حرفا، نمایشگاه کتاب داشت میشد آکواریوم. خیابونای تهران هم که اساسی رفته بود زیر آب و شالاپ و شلوف. احتمالاً اگه همون موقع یه نفر از قالیباف میپرسید این چه وضعیه، میگفت از ونیز کاپی کردم. یکی از رفقام میگفت بنده هم به نوبه خودم از آقای قالیباف و مدیریتشون کمال تشکر و امتنان رو دارم. الان رفتم نون خریدم، برگشتنی شنا کردم، برگشتم. ما قبلا تهران رودخونه نداشتیم. رودخونه ها منم میخوام راهی بشم، برم به دریا برسم، ماهی بشم، ماهی بشم. خب جا داره یادی هم بکنیم از اون 1600 نفری که کاندید ریاست جمهوری شده بودن و تایید صلاحیت نشدن. واقعا جای تک تکشون تو این مناظره ها خالیه. نمونش همین اصغر آقا بقال سر کوچمون که اونم کاندید شده بود. دیروز رفتم در بقالی، میگم اصغر آقا این شیرا تاریخش گذشته، فاسد شده ها. پسرشو نشونم میده، میگه از معاون اولم بپرس. اصلا یه وضعیه. این همه مستعد ریاست جمهوری داشتیم، اون وقت جای اصغر آقای بقال ما میرسلیم و قالیبافو تایید صلاحیت کردن با این نوناشون. اصغر آقا بفرما. قابل نداره بفرما، از اون دورا داد میزنی. اصغر آقا، اصغر آقا، اصغر بفرما. همونطور که توی مناظره اول و دوم احتمالاً مشاهده کردین، جهانگیری نشون داد که درونش یک آخوند نهفته هم داره و چندین بار از استعداد روزخونیش استفاده کرد که آره من مظلومم، دولتمون مظلوم بوده، چرا انقدر به ما بیچاره ها ظلم میکنین آخه؟ ما مظلوم ها رو انقدر اذیت نکنین، گناه داریم و خلاصه از این مظلوم نمایی ها. هر چقدر که به روز انتصابات آخوندی نزدیکتر میشیم، میزان این به موش مردگی زدن ها بیشتر میشه. احتمالاً کار به جایی بکشه که تو مناظره بعدی جهانگیری بغض کنه، بعد گریه کنه، بعد یهو بیفته کف استودیو و دست و پا شروع کنه به لرزیدن و از دهنش کف بیاد بیرون، دوربین زوم کنه رو صورتش و با یه نگاه مظلومانه بگه به من رأی بدین، به من مظلوم. شیخ حسن میگه ما رشد اقتصادی داریم، ثبات داریم، پول داریم، تورم نداریم، گرونی نداریم. والا ما که شک کردیم این بابا اصلا رئیس جمهور ایران باشه، چون اینایی که داره میگه واسه ایران نیست. میخوره بهش حرفای رئیس جمهور سوئیسی، سوئدی جایی باشه، وگرنه یه بار اگه یه نگاه به این قیمتا بندازه دیگه از این چرندیات جلوی دوربین برنامه زنده تحویل نمیده. شیخ حسن میگه تورم و گرونی نداریم. بعد اون وقت من دیروز رفتم میوه فروشی، 5000 تومان دادم به میوه فروشه، گفتم آقا گوجه سبز بده. کف دستش یه گوجه سبز بود، بهم تعارف کرد. منم برداشتم انداختم بالا و توی یه حرکت قورتش دادم. گفتم خوبه، پوستش هم نازکه. یه چند لحظه گذشت، میوه فروشه گفت چیز دیگه هم می‌خواستین؟ گفتم که آره دیگه، 5 تومن گوجه سبز. گفت همون بود که خوردیش. آره حسن جون، تورم همون بود که خوردمش، گرونی هم همون بود که خوردمش. حسنی فرنگی شده، خروس جنگی شده. حسنی بده بد 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 بد، خیلی بده بد 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 بد. اصلا اینطوری فایده نداره. این مناظره ها اینجوری به درد نمیخوره. همش شده خالی بندی و پنبه زنی و زیرابی رفتن. آقا بیان جمعش کنین، به جاش یه مناظره آشپزی بزنین. کاندیداها غذا درست کنن، واسه هر کی بهتر بود اون بشه رئیس جمهور.
روحانی و جهانگیری توی قابلمه مشارکتی قرمه سبزی درست کنن، بلکه قیمت نخود و لوبیا و گوشت و سبزی و اینا بیاد دستشون. به رئیسی هم بگن بیف استراگانوف درست کنه که هنگ کنه همونجا انصراف بده. هاشمی تبا هم که اصلا خودش بره املتشو درست کنه. میرسلیم، مصطفی میرسلیم، با تو هم تا محمد باقر قلیون مقام عظما رو آماده کنه، بپر سر کوچه 2 تا پاچه بگیر با یه بناگوش، سر رات هم سنگک بگیر که مردیم از گشنگی. حسن برنج ته گرفت، کم کن زیرشو، هم بزنه اساق، هم بزن، اون آش رشته ته گرفت. کاش من بفهمم این 2 شاخه میرسلیم کجاست که برم از برق بکشم و یه ملتی رو آسوده کنم. میرسلیم بازیگر میشد همش از این نقشا میگرفت که تکیه زده به پشتی و زنش از اون ور داد میزد میگه ده آخه یه چیزی بگو مرد، اونم سر تکون. میرسلیم جدیدن گفته که چرا کشور رو با پول نفت اداره میکنین. بعد شاکی شده که چرا هی نفت میفروشین خرج میکنین. خب مگه شماها که کلن اقتصاد حالیتون نیست و از دیدگاه امامتون اقتصاد مال خره کار دیگه هم بلدین؟ یه نفت بلدین بفروشین که کم و بیش دارین میفروشین دیگه. شیر لونه نفت رو باز میکنین و نفت میره و در قبالش قسطی و نصف نیمه و ارزون هم پولشو میگیرین. مگه کار دیگه هم هست که از دست و مغز فندقیتون بر بیاد؟ نکنه شما برنامه‌های دیگه‌ای تو سرت داری؟ ریش قشنگه. بابا تو ریش و سیبیل تو نتونستی تعیین تکلیف کنی که کدومش باشه کدومش نباشه. بعد میخوای راجع به اقتصاد تصمیم بگیری؟ لابد میخوای با صادرات شامپو به کشورهای غربی درآمدزایی کنی یا با فروش فیلم‌های دهنمکی تو هالیوود، شایدم با فروش چفیه و عمامه تو فشن شوهای بین‌المللی، نمیدونم والا، شایدم محل فروش بلیت کنسرت‌های تتلو تو قلب آمریکا. جان تولید و صادرات انبوه پراید به آلمان. باشه بهش میگم. میرسلیم جان تو فقط بگو اون 2 شاخت تو کدوم پریزه، همینو فقط بگو. Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità, e i tuoi sguardi innocenti in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. رئیسی تو مناظره این هفته خیلی از روحانی دلخور بود. میگفت تو دهن منتقداتو بستی. تو اصلا بلد نیستی با منتقدات برخورد کنی. با منتقدات هم خیلی بد حرف میزنی. واسه چی دهن منتقداتو بستی؟ چرا اعدامشون نکردی؟ واسه چی زندانی نمی‌کنی؟ این چه وضعشه؟ چرا مطابق آرمان‌های امام راحل نمیزنی قلع و قمعشون کنی؟ خجالت نمیکشی؟ فقط بد و بیرا به منتقدات میگی در حالی که این همه زندان و سلول انفرادی خالی داریم. حسن جان این سوسول بازی‌ها به من و تو نیومده. بیا و یه خورده خودت باش. خودت باش. خب آقا پایین یه سر بریم شمال. از جاده چالوس؟ نه اونجا هم خوبه ها، اما این هفته میخوایم بندازیم از قزوین، لوشان، منجیل، رودبار، رستم آباد، رشت و از اون ورم بندازیم بریم تالش. سلام علیکم. شمی اول خوب بیسته؟ پیفادا بشم انشالله. شمی برنامه خیلی خوبه. آخوندن خیلی افشا کنیدی. خیلی خوش بابایدی برنامه امره. شمی قربان بشم همینجوری ادامه بدید انشالله. آقا چه زود رسیدیم. خب فدای همه هموطنهای شمالی کل خطه سرسبز شمال، گیلان و گلستان و مازندران با هم فدایی داری تیجان قربان. بوشو ترى نخم علي قدا ترى نخم بسر باو ترى نخم عيبة فوري ترى نخم لما قوري ترى نخم غريبة فانا كنار روحانية فانا كنار رئيسية فانا كنار جهانگيرات فانا كنار يموش دلغت باباسي باردي تويش شانسي نبردي سيا أما ما سيفي باردي تويش شانسي نبردي يموش دلغت باباسي باردي تويش شانسي نبردي سيا أما ما سيفي باردي تويش شانسي نبردي هاي بميري 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 إلهي هرچ زودتر تو بمیری بمیری امام
سرخ جولک از بگیری نره بچه کپر دینمی نره بچه تا سر دینمی نره بچه کپر دینمی نره بچه تا سر دینمی